درود فراوان خدمت دوستان عزیز. یه حلوای معجزه و یه معجون معجزه خدمت شما دوستان آوردم. افرادی که دارای کیست، تنبلی تخمدان، کاهش ذخیره تخمدان و فیبرون و کاهش اسپرم و مشکلات هورمونی هستن یعنی در کل نابارورن، نازا هستن. این برای این حلوا برای خانوم هستش. خانوم اینو از روز اول پریودی تا روز در اول پاکی تا 20 پاکی این مصرف میکنه. صبح روز یه قاشق غذاخوری. این برای آقا هستش. این آقا باید بخوره تا 2 ماه باید بخوره، روزی یه قاشق غذاخوری بخوره. قبلش باید تمام آزمایش‌ها انجام داده بشه. و یه تشکر ویژه می‌کنم از خانم زارعی بابت این حلوای معجزه‌گرش که خیلیا با همین حلوا مادر شدن، بابا شدن. خیلی شیرینه حس مامان شدن و بابا شدن و به یه